یه چند وقت درست نمیتونم بخوابم، داشتم علائمم سرچ میکردم، فکر کردم که اضطراب و استرس و اینا هست. فهمیدم که نه، من فقط یه بیپول خدازده هستم. نگاه عزیزم، تمام مشکلایی که ما داریم، ما ریزش موات، بیخوابید، استرس، اضطراب، کمر دردت، اینا همشون زیر سر این فقر و فلاکتمون. بچه‌ها تصور بکن شما یه حسابی داشته باشی بدون انتها، رفتیم یه مقصد بسیار ریلکسی پیدا میکردیم، میخوابی غرق میشی تو این بالشوی هتل، دیدی نرمم هستن اونجا، ای خوابت نمیبرد میمدی توف مینداختی تو صورت من. این پوست خشکمون هست تو زمستون میخارونیم انگار خاک میزن بیرون. اینا میرفت یا اونجای شرجی و قشنگ نرم و لطیف برمیگشت. کمر دردت هستا عزیزم، این مال بیگاریایی که از خودت میکشی صبح تا شب سر کاری. پول داشتی این هم مشکلو حل میشه. لامصب اسم پولو که میاد آب میده زیر پوست آدم حالش خوب میشه، درد بگیره این پول. خلاصه که نانازم، ما هیچ مرگمون نیست، تو دیونه نیستی، تو گناه نیستی، تو فقط بی پول هستی. اگه میدونی من چی دارم میگم، تو هم مثل من هستی. بفرست برای او که خدا زده، او که هر روز داره تو خودش دنبال یه درد و مرضی میگرده، بی کمکاری تیروئید نداری، پرکاریش هم نداری، تو فقط بی پول هستی عزیزم. بچه‌ها بارونم گرفت، نگاه از پول میاد بارونم میاد.